20 ساله تازه به دوران رقابت‌های بین‌المللی رسیده. در کنار مربیش پا به صحنه رقابت گذاشت. فاروق صابرов را تمرین داده است. امامعلی نورعلی 20 سال دارد و حریفی او باشد ردا سدو که ورزشگر 24 ساله فرانسه با جودوگی کبود هست. 4 سال سنی بزرگتر دارد ورزشگری فرانسه و یادآور میشم که برای ورزشگری فرانسه هم این اولین شرکت در رقابت‌های جودوی ماسترز هست و امامعلی نورعلی باشد او نیز اولین بار به مسابقات جودوی ماسترز را خط میگیرد و خاطر رسان میکنم که امامعلی نورعلی با دلیل اینکه در مسابقات قهرمانی جهان در بخش جوانان برنده نشان طلا شده بود، همچنین در مسابقات قهرمانی جودوی جهان در تاشکند در برابر آبه هیفومی ورزشگری رکوردگذار از سرزمین جودو در گلدن سکو با 3 کارد زرد شکست خورده بود و در آنجا یکی از بهترین ورزشگران شناخته شده بود. با این دلیل امامعلی نورعلی راه خط گرفت به این مسابقات، یعنی به صفت یکی از ورزشگرانی که در کشور ما میان دیگر ورزشگران بهتر بود و فدراسیون جهانی جودو هم همین رو به نوبت گرفته با امامعلی نورعلی راه خط به مسابقات اسطوره های جودو رو داد. در برابر برگزیده ها است، در برابر بهترین های دنیای جودو قرار گرفته است. اما کارد اول زرد رو والنتین کالینکه داور درجه المپی از فنلاندیا به هر دو هم داد. امامعلی نورعلی به تعبیر باباها آن پهلوانان نامدار همان داوی خود را منتظر خواهد شد. اما ببینید چی یک اصول تاموینگی که استفاده شد از سوی سدو که به نتیجه بود و هواداران و مخلصان جودو واقعا به یاد دارند که در مسابقات قهرمانی جودوی جهان در تاشکند امامعلی نورعلی چی شاهکاری کرد در برابر قهرمان جهان، قهرمان بازی های المپی آبه هیفومی مبارزه بود و در آن رقابت که در دوری سیوم بود امامعلی نورعلی خیلی شایسته هنرنمایی کرد و بعد از آن بود که تحلیلگران مسائل فنی فدراسیون جهانی جودو میان همدیگر بحث میکردند. ورزشگری روز را گفتند، روز دوم رقابت ها بود و آن بانویی که تحلیل میکرد گفت که امامعلی نورعلی یکی از ورزشگران بهترین روز بود. یعنی او انتخاب کرد که امامعلی نورعلی با دلیل اینکه قهرمان بازی های المپی را سرگیج کرده بود و قریب بود که آب را پرتاب میکرد امامعلی. این هم یک کارنامه واقعا با ارزش میشد و اکنون جهانیان آن چهره های تاثیرگذار برای ورزشکاران یا جودوورزان سیاره اکنون با چشم دیگر به ورزشکاران ما نگاه میکنند. آنها هم احساس میکنند که چه نبوغ در هسته ورزشکاران ما هست. آنها احساس میکنند که قدرت و توان و یک استعداد فطری در نهاد ورزشکاران تاجیک هست. از این رو با یگان دلایل ناچیز نمیتوانند آنها را حسدی را بردارند یا با همون شیدو و دیگر اعمال وابسته به این. اما ورزشکاران ما امروز ببینید در برابر ستاره های دنیای جودو میستند و مبارزه میبرند. ببینیم اکنون از امامعلی نورعلی پرتاب های جذاب را انتظار هستیم. حداقل ضد حمله ها رو، چون میدانیم در دنیا بعد از ژاپن یکی از مکتب های بزرگ این در قطعه گویم اروپا اگر باشد این فرانسه هست. از این رو داوران هم میبینند مقام و مرتبت آن کشوری که جودوکارانش در آن چی دستاوردی دارند. در برابر ورزشگر فرانسه اینجا اکنون امامعلی را میباید اصول های پرتابی را اجرا کند و همان جذابیت فنی جودو را در برابر حریف نشان بدهد، وگرنه یک کارد زرد دیگر هم
خواهند داد. با اصول کمری جذاب دیدنی با این ترتیب، اما به نتیجه کوشی وازه کوشی گروما بود. کوشی گروما به نتیجه انجام شد. 10 ثانیه دیگر تا پایان وقت اساسی هست. قدرت فنی امام علی نورعلی در ثانیه های پایانی وقتی معمولی با اوج در آمد و گلدن سکور. بله، دومین کارت زرد با دلیل مقاومت ناصحیح. به همین ترتیب هر دو ورزشکار با گلدن سکور می روند. امام علی نورعلی یک مرتبه با گلدن سکور رفته است در رقابت هایش که 3 تا را تشکیل می دهد، ولی 11 مرتبه 3-2 که با گلدن سکور رفته است. اکنون گلدن سکور فقط با احتیاط، سنجیده و زیرکانه در برابر حریف اجرای اصول کردن موقعیت را جویا می شود. جفتی دست ببینید از قسمت پشت حریف چنگ میزند امام علی و توموی نگی که صورت گرفت نتیجه نبخشید. این به خاطر آن بود که 3-2 که خود را فعال بدهد اگرچه حرکت دروغین کند، چون در رقابت دیگر هم مشاهده کردیم که حرکات دروغین بعضا از سوی داوران به نوبت گرفته می شوند. همانطور که ورزشکار برزیل 3-4 مرتبه حرکات دروغین کرد، بالاخره داوران به او کارت زرد دادند و او خمسکو مکه گرفت. اکنون در بخش کار در زمین اصول های نوازه رو میخواست استفاده کند امام علی. به نظر میرسد که در نوازه هم کار امام علی نورعلی تا چند وقت آخر خوبتر شده است. از نگاه قدرت فیزیکی نسبت به حریف هیچ کمی ندارد امام علی نورعلی، حتی برتر است از نگاه فیزیکی، یعنی یک قوه طبیعی که نسبت به حریف برتر است، ولی حرکات دروغین ورزشگر اگر 20 اصول دروغین اجرا کند به این سمت به آن سمت در برابر او کار کردن نمی شود، ولی اگر مردانه رقابت کند از حمله ها نگریزد و حرکات دروغین بیشتر به نظر می رسد از سوی 3-2 کی ورزشگر فرانسه. ورود، اجرای اصول، حرکات، یک حرکات تازه را شروع می کنند ورزشگران، ولی نتیجه نیست و باز هم ادامه حرکت از سوی امام علی نورعلی بود. جا به جا گذاری کیمانو و رقابت ادامه خواهد یافت. لحظه های حساس و با هیجان رقابت است برای هم امام علی و هم حریف او از کوچی و توموی نگه. این هم هیچ نتیجه نداشت، ولی اجرای اصول صورت گرفت. دوستان عزیز، اجرای اصول از سوی ورزشگری فرانسه صورت گرفت و ببینیم کمکوری. بله، ببینید همانطور که گفتم دوستان عزیز، با وجود قدرت فیزیکی خوب داشتن ولی از نیرنگ و حیله های حریف نتوان وایستادن. این یعنی راه فرار را از نیرنگ های حریف اگر دریافت نکرد